رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجره شان داشتن نماز میخواندن. امام حسین جان جگرگوشه رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن. رسول الله در سجده بودن، امام حسین جان به بالای کتفان رسول الله صلی الله علیه و سلم برآمدن. رسول الله آهسته خیستن تا نیفتن جگرگوشهشان، سلام دادن و گفت ای جانی بابا چی کار میکنی؟ گفت بابا جان. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن جانی بابا. گفت مرا عصفت بکنی و چخیلی که ما کودکای در بالامون بر میکنیم بعد در زمین چرخ میزنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم زانوهای مبارکه در زمین ماندن، کفهای دستی کشه در زمین ماندن، در گرد خانه چرخ زدن. حضرت امام حسین جان گفت بابا جان، گفت اشترا لجام دارن که لجاماشون میخفن که تا که نیفتن. این فقیری رسول الله صلی الله علیه و سلم من بیان میکنم. امام حسین جان میگه که همه در بیرون اسب میتازن، اشتر میتازن، ما چیزی نداریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه جانی بابا ما گریبانی بابا جان طبقه. امام حسین جان وقتی گریبانی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میگیره